کیکاووس قصد سفر به سرزمین دیوان کرده و پهلوانان و بزرگان مخالف اویند. پهلوانان از زال چاره‌جویی می‌کنند و او همراه با فرزند گرانمایه سوی تختگاه رهسپار می‌شود. اما کیکاووس نصایح زال نمی‌پذیرد و از او می‌خواهد در نبودش نگاهبان ایران باشد و خود به مازندران لشکرکشی کند. کیکاووس گیو را مأمور کشتار دیوان می‌سازد و سنجه که شاهد جنایت‌های گیو است این خبر را با تمام سرعت به دیو سپید می‌رساند. دیو سپید نیز با سپاهی گران به سپاه کاووس حمله ور می‌شود. کیکاووس را بخت برگشته و بلا بر وی نازل گردید. زمانی که تکبر گوشش را کرد و چشمش را کور کرده بود باید چنین عاقبتی را برای خویش می‌دید. هفته‌ای بر دو سپاه گذشته و همه در جنگ. اینک 8مین روز است که سپاه دیوان با کیکاووس می‌جنگد. آنچه باقی مانده همه سپاه اوست. نتیجه خودسریت را میبینی؟ شد از نیاکان خیش فراتر رفته و آرزوی فتح مازندران کردی؟ اما فراموش نبودی که مازندران را محافظ و نگهبانیش بزدیز چند. سران را همه بندها ساختند. چو از بند و بستن بپرداختم خورش دادشان اندکی جان سپوز بدان تا گذارند روزی به روز. سالار من، دیو سپید دشمنانت را هزیمت کرده و دستشان را از ملک تو کوتاه کرد. کیکاووس و چندی از یارانش را در سیاهچالی مهیب محصور نموده. دیو سپید تصور می‌کرد تمام یاران کیکاووس را به بند کشیده، حالان که از مخفی شدن یکی از آنها بیخبر است. تنها سپاهی آزاد ایران به سوی سیاهچال آمده تا از حال اسرا آگاهی یابد. کیکاووس از او می‌خواهد سوی رستم و زال روانه شود. به دستان زال بگو همه چیز را در جنگ با این نره دیوان از دست دادم. کنون به کمک تو نیازمندم. باید دید زال میتواند او را از این بند و زندان برهاند یا وی محکوم به مرگی تلخ است. چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفت آنچ دانست و دید و شنید. همان گنج و هم لشکر نامدار بیاراسته چون گلان در بهار. همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گویی که باد اندر آمد ببرد. شاه ایران اسیر است و به دام بلا گرفتار. باید که بر رخش نشسته به کینخواهی سوی مازندران روی. از چه راه باید به مازندران برسم؟ این راهی است که کیکاووس از آن به مازندران رسیده و این راهی است که تو باید بپیمایی. هر دو سخت است و دشوار، ولی راهی که تو باید بروی از کوه می‌گذرد. 2 روز در راه خواهی بود. زال میگوید راهی که باید از آن بگذری پر از دیو و شیر و تیرگی است.
رستم نمی‌داند که با ورود به این مسیر باید از 7 خان بگذرد. به پدرو کردنش رفتند پیش، که دانست کش باز بینند بیش. زمانه بدین سان همی بگذرد، همش مرد دانا همی بشمرد. خداوندا، تو میدانی از چه سبب پای در این راه نهادم و از نیتم آگاهی. چند روزی است که نه گیاهی به چشم دیدم، نه طعم آب رو چشیدم. در آتش تب می سوزم. به رحمت تو امیدوارم. رستم میاندیشد که این میش در این صحرای بی آب و علف چه می کند؟ رؤیاست یا پیک چشم ساری که آنها را سیراب کند؟ خداوند، همانا که جز تو پناهی نیست. تویی برآورنده نیازمندان. تو را سپاس و ستایش سزاوار است و شایسته. رستم خود و رخش را در آب شست و زندگی دوباره یافت. سپس برای عزیمت دوباره آماده شد. ز دشت اندر آمد یکی اژدها، کز او پیل گفتی نیابد رها. بدان جایگه بودش آرامگاه، نکردی ز بیمش بر او دیو را. بیامد جهانجوی را خفته دید، بر او یکی اسب آشفته دید. چه شده؟ بیهوده خواب و استراحتم تباه کردی. برو در این دشت هر چه خواهی چرا کن. مرا آسوده بگذار که فردا روز سختی در پیش دارم. رستم دوباره به خواب می رود و اژدها برای بار دیگر خودش را نشان می دهد. آن تیرگی رستم او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. ببرید بر سان ابر بهار، زمین کرد پر آتش از کارزار.
بدان اژدها گفت برگوی نام که از این پس تو گیتی نبینی بکام. کیستی؟ نام و نشانت را بگو که زین پس جهان آنچه در آن است را نخواهی دید. بدان که این دشت جایگاه من است و آسمانش از آن من است. حال تو مرا بگو نام و نسبت که داری که بدانم پس از مرگت چه کسی بر تو می‌گرید. نامم رستم و از نسل زال و سام نریمانم. تمام مردان لشکرم، خودم و مرکبم همین رخش است. زین پس کشنده تو نیز نامیده میشوم. جنگ بین آنها پایان یافته و همان گونه که تهمتن وعده داده بود بر اژدها پیروز گشته و وی را نابود کرد.